عزیز خواهش میکنم در این لحظه تلفن‌ها رو خاموش کنن. فرصت خوبیه که الان تلفن رو درارین و خاموشش کنین. خیلی متشکرم ازتون. گفتگو درباره سفر ایشون رو میذاریم به بعد از پایان شعرخوانی سایه و منتظر. خیلی ممنون. خب به خانم و آقایون سلام میکنم و مطابق باور خودم همیشه ایراد کردم که آدم عاقل از این کارا نمیکنه که شما میکنید. پا شدین از راه دور و نزدیک آمدین اینجا، یک نفر آدم ریش سفید اخمو جلوی شما بشینه، هر چی دلش میخواد بگه، شما همینطور گوش کنین ناچاری. و این شکل خیلی بدی از مواجهه آدمیزاد هست. من همیشه ترجیح میدم که یه جایی با جمعیتی کمتر مثلا دایره وار بشینیم و کسی مشخص در اون دایره نباشه، همه با هم دیگه حرف بزنن، هر کسی حرف خودشو بزنه، عقیده خودشو بزنه، خیلی بهتر و مفیدتر است. یک پیوندی، یک دوستی، یک مهری ایجاد میشه. اینطوری یک طرفه است، مثل حکومت ها میمونه با مردم هر کشوری که حکومت اوامر صادر میکنه، مردم بیچاره‌ها گوش میکنن تا اونجایی که تحمل دارن و یه روزم بالاخره یه جواب درشتی به حکومتشون میدن. واقعا من موافق نیستم اینطوری که یک نفر متکلم وحده بشه، بشینه حرف بزنه و دیگران یا به احترام نوع اخلاق ایرانی هیچی نگن، یا به آدمی میبینن یه پیرمردی از ریش سفید داره، حرمتش نگه میدارن، یه پرت و پلا هم بگه تحمل میکنن معمولا. به هر حال من تقریبا 1 سال پیش در ونکوور کانادا بودم. اونجا گفتم که تصور میکنم که این آخرین برنامه شعرخوانی من باشه در یک گوشه از دنیا و احتمال نمیدم که دیگه جای دیگه ای بتونم برم با بعضی جسمانی و کاهلی که دارم. و بلافاصله همونجا گفتم ولی خودم حرف خودم باور نمی کنم، در اینکه میدونم چه بسا که همینجا که داریم حرف میزنیم در ونکوور یکی پاشه بگه آقا یه سفرم به افریقای جنوبی بکن، من شک دارم که قبول نکنم و نمیخوام به ضعفی تن بدم بگم که حالا دیگه پیر شدم زانون ناراحته فلان. اینو گفتم ولی خودم زیادم باور نمیکردم واقعا. در این سفری که خدمتتون هستم اول آقای یارشاتر به من زنگ زدن. خب من برای یارشاتر و نسل او خیلی احترام دارم، خانلری و دیگران. آقای نظامی رو به من معرفی کردن، گفتن آقای نظامی میگه فلانی منو نمیشناسه، شما واسطه بشین که دعوت بکنیم یه سفر بیان. من دیدم که نمیتونم به یارشاتر بگم نه، گفتم هر چه شما بفرمایید مطاعه. بعدم منو گرفتار آقای نظامی کردن، ایشون تلفن کردن و یه جزئی از برنامه‌شون رو گفتم به من. منم گفتم با بعضی از برنامه‌شون موافقت نکردم، گفتم که نه مثلا من در رستوران نمیتونم شعر بخونم موقعی که مردم دارن چرکه آب نوش جام میکنن، من نمیتونم شعر بخونم. حتی براشون مثال زدم که فرض کنین که در یک جزیره 1000 کیلومتر از شمال، 1000 کیلومتر از جنوب، از شرق و غرب هیچ موجود زنده ای نیست. یک زن و مرد، حالا یا زن و شوهر هستن، عاشق معشوق هستن، هر چی هستن، امروز دیگه تکلیف این چیزا معلوم نیست که چه نسبت‌هایی با هم دارن. این مرد به اون زن یا اون زن به اون مرد میگه که با زمزمه میگه دوست دارم، یواش میگه، نه اینکه کسی نشنوه. ذات این حرف محرمانه و خودمانیه، نمیشه فریاد زد که دوست دارم و مثل اینکه رفتین عدلیاش عارض شدین که داری شکایت میکنین. در این صورت حتی در این سفر ما قبل در ونکوور آقای دکتر مشکینی که خیلی هم لطف کردن یادداشت برام فرستادن که
آخر سالن صداتون نمیرسه. من بلافاصله گفتم خب تقصیر میکروفون بلندگوی خودتونه. گفتم من میتونم صدام بلند کنم ولی با این صدای بلند دیگه شعر نمیشه خوند. در میتینگ میشه شعار داد و جیت کشید، ولی وقتی شما کلمات شعر رو غیر عادی تلفظ بکنین با صدای بلند اون شعر بدبخت میشه. من نمیتونم، فقط میتونم قول بدم که اگه میخواین اونایی که نصف نزدیک من هستن این صدا رو میشنن بشنن، بعد من دوباره میام اون بالا و میسم برای اون نصف دیگه دوباره همین شعرها رو میخونم، ولی حاضر نیستم که داد بزنم. برای اینکه خیال میکنم که این کلمات شعر هر کدوم یه موجود زنده ای هستن. هر کلمه برای من یا لاغره یا چاقه یا قد کوتاه قد بلنده، گرم سرد، رنگش اینه، یا یه مقدار چیز شخصیه که یه راهی به خلبازی میبره. ولی در هر صورت من اینطوری هستم، با کلمات اینطوری برخورد میکنم. به من از اینکه این کلمه رو با یه لحن دیگری یه خورده بلندتر یا خورده کوتاه‌تر تلفظ بکنم، آدم حس میکنه که یه چیز غیر طبیعیه، دروغه، تصنعیه. به هر حال خب ایشون هم آقای نظامی هم خیلی همراهی کردن، یه مقدار برنامه رو کنسل کردن با همون کلمه خودشون، این شام و رستوران این چیزا رو، تا بعضی از این برنامه مثل امروز که در خدمت شما هستم. به هر حال در همچین مواردی هم بعضی وقتا به تکلف شعر میخونم، راستشو بگم، و هی خدا میکنم که این وقت بگذره. هر از چندی هم میگم که خب چقدر دیگه باقی مونده، بعدم اونم خیلی میخوام به من لطف کنم، میگن تا هر قدر دلتون بخواد. اونا خیال میکنن دارن به من لطف میکنن، خیلی حرمت میذارن. من داره که دلم میخواست بگه یه دقیقه بیشتر وقت ندارم، ولی خب چیز میکنم. بعضی وقت هم نه، واقعا تو جمعیت چشم حتی گاهی به یک نفر میفتی با دقت داره گوش میده و این حرفا باورش شده، متأثر شده. بعد من با دل و جان واقعا شعر میخونم و حاضرم تا صبح قیامتی اون هرگز نخواهد رسید شعر بخونم، یعنی آدم دلش میخواد چیز بکنه. در اون وقتا که دلم نمیخواد چنان از شعر خودم بدم میاد که میگه اصلا چرا گفتم این حرفا رو، من مثلا چه آدم عاقلی دیگه از این حرفا میزنه. به هر حال این وضعی است که شما این کسی جلوتون نشسته همچین یه آدمی یک راه به خلی داره، یه راه به دیوانگی داره، یه راه خیلی عاقله، یه راه خیلی صبور تحمل میکنه، یه راه خیلی بیتاب هم سرخود و لجباز حرف خودش کار خودش میکنه. به من میگن که تو فلان جلسه شما شعر سیاسی هم میخوایم بخونین. گفتم نه خیر، ولی همه شعرهای من سیاسیه به خدا، حتی شعر عاشقانه من هم سیاسی. یاد مرتضی کیوان بخیر یه روز من گفت سایه هیچ تعجب کردی که شعرهای اجتماعی تو چقدر لیریکه؟ گفتم آره میدونم. تو تعجب کردی شعرهای عاشقانه من چقدر اجتماعیه؟ و واقعا اینطوری نمیشه تفکیک کرد. همه آدم ها این دارن، بی خود بری خودشون مرز میکشن. یک آدمی که حرف سیاسی میزنه یه آدم دیگه است، خود این آدم دیگه، حالا یه عقیده ای داره، یه فکری داره، او خیال میکنه یه آدمی زاد از این راه بره خوشبخت میشه، گاهی هم به بدبختی مطلق کشته میشه. هر کی تصوری میکنه آدم همینه دیگه، با محیط خودش، پرورش خودش، معرفت خودش یه کاری میکنه. اصلا کار هنری همینه. حالا نمیشه محدود کرد آدم ها رو که حتی میگن که اصلا ایدئولوژی خیلی چیز بدیه، اخه امور سیاسی بده. من میگم این کجای اینا بده؟ میگه کسی هست که به ایدئولوژی باور نداشته باشه. منتها وقتی ما میگیم ایدئولوژی بده، یعنی اون ایدئولوژی که ما دوست داریم خوبه، اون یکی بده. اصلا آدمیزادی نیست که به نوعی ایدئولوژی نداشته باشه. منتها حالا یه تعابیر هم برای ایدئولوژی میکنیم. در این صورت من نمیتونم قبول بکنم، قول بدم به کسی که اونجور که تو دلت میخواد من شعر بگم و شعر بخونم. من همیشه حرف خودم زدم و آقای دکتر اشاره کردن که من شعری مقدار کمی دارم. واقعا اینطوره. من میان دوستان و همکارانم کمترین شعر رو دارم، با نسبت خیلی عجیب فاصله. مثلا اگر شعرهای لاغر هم دوری خودم، من که خودم با
بزرگان عالم مقایسه نمی کنم. مثلا اگر 10,000 بیت شعر دوستای من همکارای من دارن، من مثلا 200-300 بیت شعر دارم. یه همچین نسبتی هست به شعر اونا. مثلا 10 تا 15 تا 20 کتاب دارن. من همین شعرها رو سرهم بکنم، هی با تکرارم تو کتاب‌های مختلف چاپ بکنم، میشه 2 تا کتاب فقط، حد اکثر 2 تا کتاب نازک. اونم من جدا کردم، این بار شعر کلاسیک و به اصطلاح غزل و قصیده کمتر، مثنوی و رباعی و دویتی، یه مقدار شعرهای نیمایی، همینی که همین در خدمت شما هست، بیش از اینم چیزی نیست. ولی که من هیچ وقت شعر گفتن و یک مباهاتی ندونستم و صمیمانه باور دارم که وقتی که هوا سرده، شما به یه بخاری احتیاج دارین، اون حلبی سازی که لوله خرطومی بخاری رو درست میکنه از 1000 تا دیوان شعر من بیشتر قیمت داره. اگرم در اون حالت این کتاب بهش بدین خیلی خوشحال میشه، ولی که میندازه تو بخاری یک لحظه هم گرمی ازش گرما میگیره. حالا حتی اگر شاهنامه فردوسی باشه، یعنی عظیمترین چیزی که من خیال میکنم آدمیزاد درست کرده. در مورد آثار هنری آدمیزاد میگن که بزرگترین اثر هنری که آدمی خلق کرده سمفونی 9 بتهوونه و جالبه که او رو با اون کلیسای معروف واتیکان مقایسه میکنن، این دوتا رو، یکی اثر صوتی رو، یکی اثر پلاستیک و معماری رو. خیلی خب اینا خیلی آثار بزرگی هستن، ولی به موقع خودش بزرگی هستن. وقتی شما در غیر موقع میخواین ازش استفاده بکنین هیچ قیمتی نداره. یعنی یه آدم گرسنه با سمفونی 9 سیر نمیشه. موقعی که اون از بی‌غذایی در شروع مردنه برش سمفونی 9 بزنین، اصلا اون نمیشنه دیگه، گوشش کار نمیکنه. به هر حال این سفر من به اطاعت بیچون و چرا از تلفن آقای یاشاتر آمدم و من یک شوقی داشتم. 17 سال پیش من به همین منطقه آمدم. چند نفر از آدمایی بودن که حالا جز دوستان عزیز من حساب میشن، پیش از اون سفر من نمیشناختمشون. یکی خانم فسیحانه، یکی آقای دکتر قنادانه که من فوق العاده دوستشون دارم. آقای وثوقی هست که باز در همین منطقه باشون آشنا شدم. خیلی برای من آدم خیلی نازنینیه. دیشب که در مجلسی بودم هی میگشتم پیدا میکردم، یادم آقای وثوقی بیا اینجا بشینیم پله هم. وقتی هم پریوان میشست هرچی هم نداشتیم با هم بزنیم، ولی همین که کنار من هست واقعا عیش میکردم. این سفر به خاطر ایناست و همیشه هم اینجور مسافرت ها یه مقدار دوستای تازه بریم هم پیدا کرده. یعنی پیش از 17 سال پیش من آقای وثوقی نمیشناختم، آقای قنادانم نمیشناختم، واقعا خانم فسیحانم نمیشناختم. حالا جز دوستای خیلی عزیز من هستن، خیلی احترام بهشون دارم، هم به خاطر فضل و کمالشون، هم به خاطر خود اینکه انسان خوبی هستن و مهربانن. این علاقه دارم. در این سفرها دوست پیدا کردم زیاد، دوستایی که تا هستم دوست من هستن، با حق ادای همه احترامات بهشون، ولی بیشتر از این که یه انسان خوب به نظر من هستن. باز تکرار میکنم همین سفر برام مغتنم بود که بار دیگه خانم فسیحان دیدم، بار دیگه آقای قنادان دیدم، آقای وثوقی دیدم. حالا بد نیست که پرحرفی بیخود کردم، بهتر از اینه، ولی فرصت شعرخوانی کمتر میکنه. 15 سال پیش در آلمان یه عده از دوستان طبیب من، به اصطلاح دوستان من، یکی از این دوستان به من گفت که فلان روز جایی قرار نذار، میاییم با هم میخوایم بریم یه جایی. منم نپرسیدم، گفتم خواه هر جا بریم که نمیخوان سرم ببرن. گفتم خیلی خوب. اون دوست از دوسلدورف آلمان آمد به کلن و منو سوار کرد، رفتیم به یه جایی، یه جنگل خیلی مصفایی، ساختمان‌های متعدد اونجا هست. بعد اونجا فهمیدم که ساختمان هست مثلا سالن 50 نفره، 500 نفره، چند هزار نفره اجاره میدن برای مراسم سمینارها، مهمانی‌ها، عروسی‌ها اینا. اونجا یه سالن 50-60 نفری بود. اغلب دوستان منم طبیب بودن اونجا، تو حضار محترم.
راستش بگم از اول برنامه من یک نگرانی پیدا کردم، برای اینکه در آلمان اطبای ایرانی خیلی زیادن. تا 7-8 سال پیش آمار میگفت که 2500 تا طبیب ایرانی در آلمان هست، حالا بیشتر هم شده، یه مدر جوان هم اضافه شدن به و زندگی خیلی خوبه، مرفهی هم دارن، خونه های مجلل دارن، باغ و ساختمانه دارن. راستش بگم همش نگران بودم اینا که من نمیشناسن. مبادا فهمیدم که برای 70 سالگی من این اسرانه چای و قهوه و شیرینی رو برپا کردم. وقتی فهمیدم به این مناسبت هست، نگران شدم که نکنه اینا به من هدیه‌ای بدن که من نتونم قبول بکنم. و اینکه خیال میکردم که اونا آشنایی با من ندارن. بعد یه پاکت دستم دادم، بیشتر ترسیدم، گفتم نکنه توش پول باشه. خب اینا همه مهربانی کردن، احترام کردن. این برای من چای ریخته، اون به زور من یک کیک خورونده فلا. نه خب من این پاکت رو پرت کنم به طرفشون خیلی بد میشه. واقعا با ترس و لرز گرفتم، دیدم نه، بلیت 2 تا کنسرت، یک کنسرت است که 6 ماه دیگه است، اون گروه رقص ایرلندی است که رقص پاشون معروفه، هم میشناسید. خیلی خوشحال شدم، برای من خودم یه مقدار از تلویزیون ها ضبط کردم، نواراشو داشتم، این گروه رو خوب میشناختم. ضمن زن منم در جوانی رقصنده بود و میرقصید، هنوزم رقص دوست داره. در این یک آقای دکتری با خانومش برای من نشسته بود. اون خانوم به من گفت که آقای ابتهاج، شما حالا در 70 سالگی چه احساسی دارید؟ تا این حرف زد من بغض کردم، واقعا به سختی بهش جواب دادم، گفتم خانوم یکی از عیب‌های عمر بیخودی دراز این غریبیه. من نگاه میکنم همه دوستان من رفتن، اگر اونا بودم من با شما چی کار داشتم آخی؟ خب این حرف خیلی بدی بود، این حرف واقعا بد بود. این همه من مهربانی کردن، کرایه اون سالن دادن، شیرینی خریدن، چای گذاشتن، قهوه گذاشتن، سعی میکنن اینا گرم باشه، سرد نشه. خیلی هم به من لطف کردن، پرت و پلاهای منم گوش کردن، هیچ اعتراضی هم نکردن. حالا من روک بهشون گفتم اگه اونا بودم من با شما چی کار داشتم؟ واقعا با بغضم گفتم بهشون. اون خانم هم بری خودش نیاورد، خب من دارم دیگه جسارت میکنم. به هر حال ولی در این حال تو همین جمع ها یه دوستای تازه پیدا کردم، ولی خب بعضیا خیلی عزیز میشن، بعضیا یه دوست معمولی هستن، این از دوستان من هستن. در همین سفر من در یه حالا اسم نمیبرم برای دیگرانی که من دیدم اونا نگن چرا ما رو نگفتی، هر کی خیال کنه من اونو میگم. در اینجا من با کسی آشنا شدم که اول با تعرض رفتم، تا یک بیتی از من خون، گفتم شما که حالتون خوب بود که، یعنی شروع کردم به دعوا کردن با صاحبخانه. ولی بعد دیدم که آدم فوق‌العاده مهربانیه، آدم فوق‌العاده با سوادیه، علاقمند واقعی به شعر هست. اصلا ورق برگشت و خیلی خوشحالم که با این آدم آشنا شدم دیگه، تا آخر عمر تو ذهن من میمونه این آدم. این اتفاق میگم از مزاجای اینجور جلسات بیخودی عبثی است که چیز میشه. باید تشکر بکنم از آقای کریمی حکاک که لطف کردن، من بهشون از قدیم ارادت داشتم. در این سفر میگفتم حتما آقای حکاک میبینم، بعد گفتن که نخیر ایشون 2 ماه غیب شدن، اصلا مرخصی رفتن، در تعطیلی رفتن. گفتم خب اینو از شانس منه که ما به هر کی علاقه پیدا میکنیم یه غیب میشه. این نکته هم بگم، من به چیزای ورزشی خیلی علاقه دارم، مثلا ساعت ها میچینم تنیس تماشا میکنم، یا اگه کشتی باشه خودم میرسونم به اون سالن که تماشا بکنم، اگه در یک کشور دیگه هم باشه. من یه بار به هندوستان رفتم، یه بار به بلغارستان، فقط برای تماشای کشتی که میخندیدم به من. گاهی اختلاف ساعت هست، مثلا از ساعت 2 بعد شب تازه شروع میشه مسابقات، من میشنم تا صبح تماشا میکنم. همیشه من از هر کی خوشم میاد، طرفدارم که این ببره میبازه.
واقعا من سالها گفتم که آخه این چیه که من از هر کی خوشم میاد اون بازنده است. بعد فهمیدم که تقصیر خودمه، من همیشه طرف ضعیف‌تر رو میگیرم. مثلا اگه یه سیاه‌پوسته با یه سفیدپوست باز میکنه، من میخوام سیاه‌پوسته ببره، خب میبازه چیه بیچاره؟ یا اون که ضعیفه به طور طبیعی به قوی میبازه. تقصیر منه و تقصیر اونا نیست که باعث آزار. بعد چندین روز زندگی برام چنان تلخ میشه. موقع بازی تنیس اصلا به من مربوط نیست، اینا کیان؟ تپش قلب پیدا میکنم، وای این داره میبازه، عقب افتاده. بعد همون موقع به خودم میگم آخه این تو میگه خلی، به تو چه مربوطه؟ و بعد متوجه فاجعه میشم که حتما تو این ورزش ها یکی باید ببازه. وقتی هم که مساوی میکنن میگه نخیر ادامه بدین تا یکی رو ببازه. تو فوتبال پنالتی میزنن، 5 تا اول باز مساوی میشن، میگم 5 تا دیگه، 5 تا دیگه، تا بالاخره یکی نتونه توپو بندازه تو سوراخ گل، اونی که برنده میشه. بعد اینا عذاب میگیرن، یکی گریه میکنه، اونی که میشینه ماتم زده، اونا عیش میکنن. همون موقع پیروز و شکست خورده پدا هم چنان اصلا یادشون میره کی هستن و به چه بیرحمی هم اون عیش میکنه و من عذاب میکشم. بعدم میگم اصلا تو در مخاطری سکته کردن هستی، میگه خلی اصلا چرا نگاه میکنی؟ ولی به این نتیجه رسیدم که واقعا مقابله آدم با آدم همیشه فاجعه است. تو یه شعری یه زمانی گفتم من نخواهم ایستاد روبروی تو جز برای بوسه دادن. واقعا تنها مقابله ای که دوتا آدم با هم دارن موقعی هستی میخوان هم دیر ببوسن، حالا دوتا مردن دوتا زنن، یه زن و یه مردن فرق نمیکنه. مقابله آدمیزاد همیشه یک نتیجه فاجعه بار داره با این دنیایی که ما داریم. امیدوارم مقابله ما همیشه فاجعه بار نیاره. دسته که قفل کردن که بله از همین ربایی که شما فرمودید همین اینجا نوشته میآید و میزند به دل تیری. نه خیر شما خوب میدید. میآید و میزند به دل تیری هم، با خنده اوست لحن دلگیری هم. گویند که این قافله آزادی است، من میشنوم صدای زنجیر. یه دوستی داریم که به سر جامعه شناس هست اینا، گفت ما با همین علم و اطلاعات نمی‌رسیم، تو همچه پیش‌بینی کردی. گفتم نه یه حرف غلطی گفتم که شما خیال میکنین درست دارم. این کار دسته بود. ببینید یه چند تا غزل هستی در این سالهای اخیر ساختم، بعضیش دیگه خیلی فرم قدیمی و کلاسیک داره، بعضیش یه خورده تازه تره. ولی یه شعر هست به اسم در میان علمهای سرنگون. یه دوستی من گفت که این جون میده برای ایام معینی که اینو به زودی تمام چیزا به کار خواهند برد در مراسم عزاداری. هرچند عمر در غم و حرمان گذاشتم، هرچند عمر در غم و حرمان گذاشتم، هرگز دل از محبت او بر نداشتم. جان و دل است هیمه آن آتشی که من همت به زنده داشتنش برگماشتم. در داو عشق دست تهی نیست عذر مرد، در داو عشق دست تهی
نیست عذر مرد. من از میان مدعیان جان گذاشتم. در خاک و خون میان علمهای سرنگون با رایت وفای تو سر برفراشتم. بیرون ز هر چه صورت بیداری است و خواب، نقشی که از خیال تو در دل نگاشتم. بی حاصل است فرصت فصل سیاه کار، بی حاصل است فرصت فصل سیاه کار. سرسبز باد بذر امیدی که کاشتم. عشقی به دست کردم و چون سایه در رهش 100 ره سرم زدند و ز سر پای داشتم. باز یه غزلی مال همین سالهاست، 88 89. ای زنده ارزنده، ای زنده ارزنده، این زاری رها کن. با زندگی تا زندگی مردانه تا کن. نازش بکش آنجا که ناز نازنین است، وان را که رنگ و ناروا بینی رها کن. ارزنده ایم ارزنده ایم، ورنه به یک جو دکان بیکالای ما را بر بها کن. آینه مهر است صبح راست کردار، با مهر این آینه صافی صفا کن. زیباست آری زندگی زیباست ای عشق، این قوم مرگندیش را هم دیده وا کن. بیگانه خویشند این ناآشنایان، بیگانه را با خویشی خویش آشنا کن. دلدادگان را این چنین دلگیر مگذار، ای جان زیبایی جهان را دلگشا کن. خاموشی گویندگان آوای مرگ است، ای بانگ آزادی جهان را با پرصدا کن. خاکستر ما نیز خاموشی نگیرد، ای سینه سوزان زبان شعله وا کن. نگاهت میکنم خاموش و خاموشی زبان دارد. زبان عاشقان چشم است و چشم از دل نشان دارد. چه خواهش ها در این خاموشی گویاست، نشنیدی؟ تو هم چیزی بگو، چشم و دلت گوش و زبان دارد. بیا تا آنچه از دل میرسد بر دیده بنشانیم. زبان بازی به حرف و صوت معنی را زیان دارد. چو هم پرواز خورشیدی مکن از سوختن پروا، که جفت جان ما در باغ آتش آشیان دارد. الا ای آتشین پیکر برآی از خاک و خاکستر، خوشا آن مرغ بالا پر که بال کهکشان دارد. زمان فرسود دیدم هرچه از عهد ازل دیدم، زمان فرسود دیدم هرچه از عهد ازل دیدم. زهی این عشق عاشق کش که عهد بی زمان دارد. ببین داس بلا ای دل، مشو زین داستان غافل،
که دست غارت باغ است و قصد ارغوان دارد. در اونها شرح هست از دم و داغ جدایی ها. بیا از بانگ نی بشنو که شرحی خونفشان دارد. دهان سایه میبندند و باز از عشوه عشقت خروش جان و آوازه در گوش جهان دارد. یه غزل دیگه بخونم مال همین دوران است. چه مبارک است این غم، چه مبارک است این غم که تو در دلم نهادی. به غمت که هرگز این غم ندهم به هیچ شادی. ز تو دارم این غم خوش، به جهان از این چه خوشتر. تو چه دادیم که گویم که از آن به هم ندادی. چه خیال میتوان بست و کدام خواب نوشین به از این در تماشا که به روی من گشادی. تویی آنکه خیزد از وی همه خرمی و سبزی. نظر کدام سروی، نفس کدام بادی. ز کدام ره رسیدی، ز کدام در گذشتی. ندیده دیده ناگه به درون دل فتادی. به سر بلندت ای سرو که در شب زمین کن. این زمین کن از اون شعر منوچهری که دراز آهنگ و پیچان و زمین کن در وسط سیل. به سر بلندت ای سرو که در شب زمین کن. نفس سفیده داند که چه راست ایستادی. به کرانه های معنی نرسد سخن، چه گویم که نهفته با دل سایه چه در میان نهادی. یه غزلی هست که من یه غزلی برای دوستی گفتم سالها پیش. خدای را که تو یاران نیمه راه مرو، به خانقاه مرو. این غزل بعدی هست که تا حالا دلم نیامد چاپ کنم، برای اینکه اون آدم رو دوست دارم و میدونم که رنجیده خواهد شد. بله دیگه در کشور تکنولوژی هستیم دیگه. تقصیر من آخه، من کج میشینم یه طرف نگاه میکنم میکروفونم اون محله هست. باید از این میکروفونی که میبندم به آدم که باید گفتم مرو رفتی و بد بیراه رفتی. گفتم مرو رفتی و بد بیراه رفتی. بس تند میرانی نگه کن تا نیفتی. بوی بهاران بود و ذوق میگساران. یادش به خیر آنگه که چون گل میشکفتی. هنگام بیداری است ای گم کرده دیدار. چون چشم بخت من عجب بیگاه خفتی. خود را ز چشم خویشتن نتوان نهان کرد. گیرم خدا را نیز از خود می نهفتی. بر فرق همراهان چه آواری فرو ریخت. برفی که از بام سرای خویش رفتی. باور نمی آید هنوزم از دل تو که از مهر یاران کهن دل برگرفتی. قدر تو من میدانم و میگویمش باز.
تا کس نگوید گفتنی ها را نگفتی. چون گوشواری زینت گوش زمانه است، آن قیمتی درهای بی همتا که سفتی. عهد و عطای حاکمان چندان نپاید، از مهر مردم تن مزن گفتم شنفتی. اشک روان سایه پیک مهربانی است، از دیده افتادی ولی از دل نرفتی. حالا اون دو ربایی که شما اشاره کردین، یه ربایی اونجا به ما سیگار آزادی میدادن، هفته یه پاکت سیگار آزادی میدادن. بعدن اون سیگار رو قطع کردن، سیگار وینستون دادن. من ساختم تا چند حساب بود و نابود کنم، وقت است که با این همه بدرود کنم. از آزادی بهره‌ام این شد که به حبس بنشینم و سیگارش را دود کنم. بله؟ گاهی شما هستین، گاهی یه دختر خوشگله، همینجور هست دیگه. مشخصه، برای من مشخصه، برای طرف هم گاهی مشخصه برای خودش نمیاره، گاهی برای اینکه مردم آزاری بکنه برای خودش نمیاره. همه جور هست دیگه. دنیا خیلی شلوغ پلوغه، میگم دنیا خیلی شلوغ پلوغه. خود اینم خیلی لطفی داره، یه وقتم اینطوری هم میگذره برسه. خب این روزا من این شعر چیزو نخوندم. یه شعری هست به اسم ارغوان، اجازه بدین من یه توضیحی که تکراری هست خدمتتون بدم. خب میدونین ارغوان یک درختی است که در هوای معمولی تهران مثلا اگر اسفند زود گرم نشه یا خیلی زمستان ادامه پیدا کنه، زمستان به اسفند سردم نرسه، از 14-15 فروردین این درخت گل میکنه و برخلاف درخت‌های دیگه، فرض کنم که این ارغوان برخلاف درخت‌های دیگه اول گل میکنه، وقتی گلش میریزه تازه برگ میکنه، اونم یه خورده یه جاش عیب داره. بعد معمولا این شیره‌ای که از خاک را میفته در آوندهای گیاه بالا میره، معمولا به سرشاخه‌ها که میرسه گل میکنه. این درخت اینقدر بیتابه برای گل کردن، چون که زودتر از برگ خودش گل میکنه. گاهی پایینا تو این تنه زخیم، مثلا اونجایی که چوب یک گره پیدا میکنه، این پوست زخیمو که مثل فلزه میشکافه و چند گل میزنه بیرون. درخت غیر عادیه. یه وقتی من یه خونه ای که داشتم میساختم متوجه شدم که یک خونه ای مثلا به قطر مثلا 80-90 سانت از زیر خاک در آمده
و فهمیدم که این باید درخت خیلی قدیمی باشه، برای اینکه تنه‌ای که مثلا 70 80 90 سانت قطر داشته باشه باید مثلا 200 300 400 سال عمر بکنه تا این تنه به این کلفتی بشه. و دیدم که از دوره این درخت یه پاجوشای کوتاهی یه ساقه نازک سبز روشن با یه برگک‌های کوچیکی در آمده. من سعی کردم که گچ و آجر و آهک پای این درخت نریزن. این درخت موند و قد کشید، از یک دایره مثلا 80 سانت قطر 15-20 تا تنه آمد بالا، شد مثلا 8 متر 9 متر ارتفاع و بعضی قطرهای زیاد این تنه پیدا کرد. مثل یه مشعل بود، وقتی گل میکرد مثل یک مشعل آتش روشن شده از یه دایره کوچیک، ولی هرچی بالاتر میره این باز میشه دایره. خب من این درخت خیلی دوست داشتم. بعد در اون سالی هم که از خونه دور بودم، این درخت برای من سمبل همه چیز بود، زن و بچه و خانواده و همه دوستان و همه آرزوها و همه ایدئالها، همه باورداشت‌های اجتماعی یک جای مشخصی برای من پیدا کرد. و در فروردین 63 این شعر به وجود آمد که خیلی لااقل صمیمانه از اگه هیچی نداشته باشه. ارغوان شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفسم را بر میگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسویی ز چراغی رنجور، قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمعی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید، چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید، که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر، از سواران خرامنده خورشید بپرس کی بر این دره غم می‌گذرند. ارغوان خوشه خون، بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر
غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشتاب که هم پروازان نگران غم هم پروازند. ارغوان بیرق گلگون بهار، تو برافراشته باش. شعر خونبار منی، یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من. ارغوان شافعی هم خونه جدا مانده. یه شعری هست به اسم بوسه. من این شعر رو یک بار سالها پیش روی نوار خوندم و بد خوندم. این شعر باید همونطور که در واقع است یک گفتگوی است میان گوینده و یک نفر دیگه. اون یک نفر دیگه خیلی غصه داره، نومیده، رنج میکشه از اطراف خودش، از فضایی که درش زندگی میکنه و این گوینده سعی میکنه با طرح چیزای انحرافی او را از این حالت در بیاره. بعد شعر از وسط این گفتگو شروع میشه، یعنی در واقع از اواخر گفتگو، مثل همه گفتگوها شده و این گوینده موفق نشده این طرف خودشو منصرف کنه از این حال احوال. بعد سوالای مطرح میکنه که این شعر از اونجا شروع میشه. گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟ من اون تو نوار خوندم، گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟ از اول کاره غلط خوندمش. گفتمش شیرین ترین آواز چیست؟ بعد از حرفایی که بوده. چشم غمگینش به رویم خیره ماند، قطره قطره اشکش از مژگان چکید، لرزه افتادش به گیسوی بلند، زیر لب غمناک خواند ناله زنجیرها بر دست من. گفتمش آنگه که از هم بگسلند. خنده تلخی به لب آورد و گفت آرزوی دلکش است اما دریغ، وقتی شورم ره بر این امید بست، وان طلایی زورق خورشید را صخره‌های ساحل مغرب شکست. من به خود لرزیدم از دردی که تلخ در دل من با دل او می‌گریست. گفتمش بنگر در این دریای کور، چشم هر اختر چراغ زورقی است. سر به سوی آسمان برداشت گفت چشم هر اختر چراغ زورقی است. لیکن این شب نیز دریایی است ژرف، ای دریغا شب روان که از نیمه راه میکشد افسون شب در خوابشان. گفتمش فانوس ما میدهد از چشم بیداری نشان. گفت اما در شبی این گونه گنگ هیچ آوایی نمی آید به گوش. گفتمش اما دل من می تپد، گوش کن اینک صدای پای دوست. گفت ای افسوس در این دام مرگ باز صید تازه ای را می برند، این صدای پای اوست. گریه افتاد در من بی امان، در میان اشکها پرسیدمش خوشترین لبخند چیست؟ شعله‌ای در چشم تاریکش شکفت، جوش خون در گونه‌اش آتش فشاند. گفت لبخندی که عشق سربلند وقت مردن بر لب مردان نشاند. من ز جا برخاستم، بوسیدم.
یه شعر کوتاهی هست مال پیرار سال تقریبا، یه چیزیه دیگه بر خودش، به اسم یگانگی. بر سنگ گوری تازه نامی هست، دارنده این نام را هرگز ندیدم من. اینجا میان سوگواران آشنایانند و خیشانند و مردمانی هم که چون من دارنده این نام را هرگز ندیدند و نمیدانند. اما هر کس که اینجا هست با خشم و فریادی گره در مشت میداند که او را کشت. بر گرد گور تازه جمع سوگواران است، دیگر کسی اینجا نمیپرسد این خفته در خاک از کدام و از کدامان است، میدانند او فرزند ایران است.